دوبله شده در استدیو جری. چه خبرتونه؟ عملیات چیتا امروز شروع میکنیش. وای آره، خواهش میکنم بفرستیمش بره. به خدا دیگه از درد و عذاب خسته شدم. یه روز خوب رفتار میکنه، یه روز بد، یه روز دیوونه میشه. وای بره دیگه، خواهش میکنم یه کاری بکنین این بره. باشه، اون با ما عزیزم، حلش کردیم. امروز دیریم خانمو میندازیم به جون آقا دیریم هشپا، دیریم کنه، خودشو میگم. ولی قبلش با تو کار داریم. این جبه رو بگیر و تو خونه ازش استفاده کن. خب زیاد استفاده. این چیه؟ عطر ادویه‌جات که دمیر ازش متنفره. علنگوی سر صدا دار تمرکزشو به هم میریزه. فیلمای هندی و آهنگای مسخره و رمانای عاشقانه پیش پا افتاده، ولی به نظرم دیوونه کننده و گوشوارای هیپنوتیزم کننده. منم هیپنوتیزم شدم. خب اینا رو بگیر، اسلحه‌تو به کار بگیر و مأموریت رو شروع کن. از این به بعدش با من. شاید دمیر دوست داشته باشه غذاشو گرم بخوره، اما انتقام باید سرد باشه. ای نه اینجا نسن. وای لروکس چی کار کردی؟ خوش بکنم یه اتاقی دادیم تو خونه بزنی دختر. بوش خیلی بده. برو بیرون، برو زودتر بیرون. خب زودتر بگین دیگه. با همون کردنم بوش نمیره، چشم داره میسوزه. ببینم همه اینجان دوستان، میتونیم جلسه رو شروع کنیم؟ فرخ میری اون برتر؟ خب حالا که لروکس خانمم تشریف آوردن میتونیم کارمون رو شروع کنیم. خیلی خوب، کارهای همه رو دونه بدونه مرور میکنی، اما قبلش باید عافیت باشه. ممنون. بررسی هفتگی کاراییمون از این هفته شروع میشه. برای همین عافیت باشه آقا فرخ. آی عافیت باشه. ببخشید شما ادامه بدین. آقا بوراک از کارهای شما شروع میکنه. من به این بوا آلرژی دارم، مخصوصا بوی درخت سنده، بوهای تند. خب اطلاعات مشتریایی که دوره پیش باهاشون دیدار داشتیم موجوده؟ یه خونه مجردی داریم که متین قرار بود طراحیش کنه. امروز میتونیم اونجا رو ببینیم. عافیت باشه آقا فرخ. کارخونه ساخت و ساز احتمال داره بهمون خبر بده. مروه باهاشون در ارتباطه. یه دکوراسیون مغازه تو مرکز خرید داریم. احمدم و من و احمدم در مورد پتانسیل مشتری. ببخشید فرخ برو یه بلایی سر خودت بیار. خیلی معذرت میخوام. عطر گیاهی، درخت صندل، خسته شدم. آقا فرخ خلاصه این که همه میدونن کاراشون چیه. آقا بوراک فعلا ناظر کار شما هستین. باشه. ببخشید مزاحم میشم ولی دیریم خانم اومدن، میخوان آقا بوراکو ببینن. دیریم خانم؟ نه با من کاری نداره. دیریم خانم یکی از مشتریای مهمونمونه. هر سال طراحی خونه‌شو ما عوض میکنیم و فقط میخواد که با مدیر صحبت بکنه. یعنی تو این شرایط میخواد با شما حرف بزنه. باشه باش حرف بزنم. از می خانم راهنماییشون کنین برن اتاق، من برم یه هوایی بخورم بیام. بله قربان، همین الان.
داروکس خانم، شما هم با من میایین تو جلسه. داداش خیلی خوبه زنه رو انداختی به جون آقا دمیرا. یه چیزایی از عملیات سرم میشه دیگه. حالا آقا دمیر باهاش سر کله بزنه، ببینیم چقدر میتونه دووم بیاره. دیریم خانم جون، الان دیگه آقا دمیر مدیر ما هست. شکرم، من آقا دمیر رو میخوام چیکار؟ یه رابطه خاصی بین من و بوراک بود. اون خیلی خوب منظورم و متوجه میشه. خیلی خوب میفهمم چی میگین. خوش اومدین. من دمیر ارندیل هستم. دری مرجان هستم. خوشبختم. بفرمایین یکم با هم حرف بزنیم. چشم. عزمیه خانم قهوه بیارین. حتما. نپرسیدین قهوه رو چطوری میخورم؟ چند سال مشتری ما هستین؟ اگه هنوز اینو نمیدونیم دیگه با همون کار نکنیم. خوش اومدین دیریم خانم، حالتون چطوره؟ مرسی عزیزم، خوبم. وای این عزیزم چه عطریه زدی؟ تهویه هوا رو روشن میکنی. حتما. خب میتونیم شروع کنیم. امیدوارم نقشمون بگیره بچه ها. میگیره، حتما میگیره. دیریم خانم با خواسته های مسخرش حتما آقا دمیر رو دیوونه میکنه داداش. اگه دلشو به دست نیاره کارش ساخته است. دیریم خانم یه معشوقه میخواد، کسی که باهاش هی حرف بزنه، ببینم کسی که ممنوعیت عشقی گذاشته تا چه حد میتونه این کارو انجام بده. آقا فرخ، اگه خسته نمیشید باید بریم جلسه. نمیشه من نیام. فرخ خلاصه این که آقا دمیر، من چند ساله دارم با این گروه کار میکنم، ولی حتی یه بارم نشده چیزی که میخوام و به هم تحویل بدن. شما هر چیزی خواستین و ما انجام دادیم. پارسال ازتون خواستم یه سمت دیوار حالم و شیشه‌ای باشه. شما این کارو بله کردین؟ انجام دادیم. اون طرفو نمیگم عزیزم، اون طرفیو میگم. منم براتون توضیح دادم اون ستونو دیگه ما نمیتونیم برداریم. شما ادامه بدین لطفا. من نوآوری میخوام، طرحی که همه برای اولین بار تو خونه من ببینن. خوبه؟ حتما یه ایده هایی هم دارین. چطوری توضیح بدم؟ مثلا گروهتون یه طرحی با تم آبی به هم پیشنهاد داده بودن، در حالی که من چیز جذاب تری میخواستم. چی شد؟ مشکلی پیش اومد؟ نخیر، رنگ وسایلم مهمه، اما من طرفدار اینم که با چراغ و نور جذاب و خواستنی بودنشو نشون بده. آتیش شومینه میتونه روشنایی رو کمرنگ کنه و جزئیات قشنگی که میتونن اونو کامل تر کنه. اما من تو خونم شومینه ندارم. که اینطور؟ لورکس خانم یادداشت برداری کردین؟ ممنون. برای دیوارم تو دیواری که قبلا شیشه کار کردین با بازتاب میشه یه رقص نور داد. یه لحظه منو ببخشید، یعنی منظورتون اینه که تو خونه شومینه درست کنیم؟ خونه شماست، تصمیم با خودتونه. من میخوام دیوارا طلایی رنگ باشن، به علاوه یه آینه خیلی بزرگ تو حالم نصب بشه. یعنی دیوار طلایی روشم یه آینه با چارچوب طلایی میخواین؟ آره شکرم، چیه مگه؟ خب دیریم خانم، اذیت کننده میشه، وسایلتونم مدرنه، نمیشه، خیلی میزنه تو چشم. تو مجلات دیدم، خیلی هم قشنگه. بعدشم من اینجوری میخوام. لورکس خانم بنویسین یه آینه با چارچوب طلایی برای حال. در مورد بخش ورودی خونه آقای دمیر، قضیه آینه رو زود سر هم بندی نکنین، من میخوام نظر شمارم بدونم. باشه. اگه من بودم آینه رو روی سقف اتاق خوابم نصب میکردم. دقیقاً بالای تخت. واقعاً؟ اگه شما اینطوری میگین باشه. نه بابا، آینه بالای تخت؟ عزیزم تو خودتو خسته نکن، آقا دمیر فهمید چی میخوام.
اینکه اینقدر با هم تفاهم داریم انگار کار سرنوشته. خودمو به شما میسپارم آقا دمیر. هر جور که شما دوست دارین دکورش کنین. خوبه؟ پس جلسه بعدی روی طرحی کشیده شده بحث میکنه. من مطمئنم پشیمون نمیشی. به امید دیدار. این کارتون اصلا اخلاقی نیست. کدوم کار اخلاقی نیست؟ با جذبتون تحت تاثیرش قرار میدین، وادارش میکنین هر چی میگین رو قبول کنه. اگه از جذبم استفاده میکردم میفهمیدی. منظورت چیه؟ درکس، یادش برداری کردی. برو به کارت برس. خب لروس چی شد؟ در مورد چی حرف زدن ها؟ بریم خانم چجوری آقا دمی رو دیوونه کرد؟ با جزئیات برامون تعریف کن، احساساتش رو توصیف کن. اتفاقای خیلی مسخره ای افتاد. خب این که با آقا دمیر خیلی خوب به تفاهم رسیدن. چی؟ مزخرف نگو، امکان نداره. اون چندین ساله که آقا بوراک رو دیوونه کرده. مگه فقط بوراکه؟ هممون رو جون بلب کرده. آقا دمیر اون زنه رو بدون اینکه نگاه کنه به یه بچه گربه تبدیل کرد. زنه میو میو کنان گفت هر جور شما صلاح میدونین میسپارمش به شما و بعدش رفت. یعنی بدتر مشتری هم نتونست دیوونش کنه. عملیات چیتا 0، دمیر ارندیل 1. وایسا یکم آروم باش. ناراحت نباش دوست عزیزم. یه راهی پیدا میکنه. اوف وای خوش میکننده. ای خدا این هرچی میمونه بوش بدتر. من که دیگه بوشم حس نمیکنم. فکر کنم حسگرای بویاییم از بین رفتن. فدات جون. دمیر تو کجایی؟ شرکت هم چطور مگه؟ برادر من از دیروز دارم بهت زنگ میزنم. متوجه هستی؟ ای وداد جان، واقعا ببخشید. اگه بدونید چه بلایی سرم اومده، فکر کنم تا حالا سر هیچ بنی بشری نیومده. چرت نگو دمیر. آخرین بار که با هم حرف زدیم تو اعصاب نداشتی، حالت خوب نبود. همش به خودم میگفتم نکنه زیادی بهش گیر دادم چه اتفاقی براش افتاد. نه بابا همچین چیزی نیست. چی شده وداد تو اینقدر زودرنج نبودی؟ یکم حساس شدی؟ جریان چیه ها؟ دمیر اون دختره لجبازی که گفتم تو خونه منه، به خاطر اینکه قفل در خونه رو عوض کرده بودم زد شیشه رو شکوند. برای اینکه تو اتاق حبسش کردم از بالکن خودش انداخت با این شونش در. خلاص کل شب درگیر بودم. فقط این نیست که صبحم بردمش بیمارستان، اونجام درگیر کاراش بودم. یعنی شیر مادرم از دماغم در آورده. دمیر جواب تماسای منو بده. لااقل جواب نمیدی یه پیامی چیزی بفرست. بگو بعداً تماس میگیرم. میگفتم دمیر هیچ وقت زیاده روی نمیکنه. نکنه تو راه یه اتفاقی براش افتاده. مردم از نگرانی. اگه اما آتیلا زنگ بزنه من چی جوابشو بدم؟ یعنی چی زنگ بزنه؟ تو رو مأمور کرده کارای منو بهش گزارش بدی، خبرچین دیگه پیدا نکرده؟ ببینش تو رو خدا چه طرز حرف زدنه؟ خبرچین من خودم هفته یه بار با عمو آتیلا حرف میزنم. یه جوری میگه انگار نمیدونی. بعدش هم فهمیده اومدی حساب. همه یه مجلات بیزینس خبرتو چاپ کردن. آرتمیم از ژاپن مدیر آورده. تو هم که گوشیتو جواب نمیدی. بابات از کی بپرسه؟ با هر کی دلت میخواد میتونی حرف بزنی وداد جون. اما اگه کسی سراغ منو گرفت بگو نمیدونم کجاست. باشه اینجوری میگم اونم باور کرد. شب برنامه چیه؟ یه سر بیا اینجا میخوام بازجوییت کنم. نه امشب که نمیشه، امشب کار دارم، اما قول میدم تلافی کنم. باشه مراقب خودت باش. منو ببین اون روی منو بالا نیار، عصبانیم نکن. باشه حتما مراقبم، نهایت تلاشمو میکنم، نگران نباش. میبینمت پسر. فرخ میشه اینقدر وول نخوری؟ به منم استرس میدی. اگه دیگه از چشمشون افتاده باشد چی؟ نکنه تله باشه. اومدیم اینجا با خیال راحت نشستی. نگران نباش، کسی نمیخواد ما رو بکشه. خیالم راحت شد. ممنون. اوه خوش اومدین آرتمی.
ترسیدی؟ آفرین بترس. باید از ما بترسیم. فقط قهوه میخوریم بچه ها. پسر 3 تا شیر برنج بیار، زود باش. شیر برنجای اینجا عالی‌ان. فوق‌العاده خوشمزه است. خب چی میگفتیم؟ شما چند وقت پیش ازمون درخواست کمک کردیم، اما هنوز چیزی در مقابلش دریافت نکردیم. خب استن خانم، حتما دوستان به اطلاعتون رسوندن. ما همون اول که باهاتون تماس گرفتیم یه تاریخ مشخص و بهتون... خودتو خسته نکن بوراک، چون فهمیدم. شیر برنجا کجان؟ بیار. منو باش، چرا رنگت پریده؟ قند خون داری؟ خدا نکنه. بخور شیر برنجتو بخور. شکرش خیلی زیاده. آشپزشون عوض کرده. پسر شیر برنجو ببر. آشپزم همینطور، مدیرم همینطور. چشم. زود باش. نمونه پارچه‌هایی که تو اتاق ازشون استفاده میکنیم اینان. به خاطر اینکه فصل تابستونه رنگای آبی دریایی و ارغوانی، و برای بقیه هم از اینا استفاده میکنیم. خوبه؟ دوبله شده در استودیو جیم. این چیه؟ هنوز دارم روش کار میکنم. مشتری بودجه زیادی نداره، تازگی کارش رو از دست داده. دوستاش میخوان خونش رو تعمیر کنن که بهش روحیه بدن. بهش دارن لطف میکنن. شاید این اتاق ورزش باشه. طرف چطور آدمیه؟ طرف حدوداً 30 ساله است. یه جایی کارمند بوده ولی چند وقت بیکاره. مجرده و گربه داره. و به علاوه به درآمد نیاز داره. خب بیکاره، حتما نیاز داره. چرا اینجا رو پانسیون گربه نمیکنه؟ درآمدی هم کسب میکنه. آره میشه. خوبه؟ از مشتری بپرس که همچون چیزی میخواد یا نه. من چجوری ازش بپرسم که به اضافه درآمد نیاز داره یا نه؟ غرورش میشکنه. اگه اینجوری بپرسی غرورش چجوری بپرسم خوبه؟ شما پروژه رو مدیریت میکنین لروکس خانم، یه راهی پیدا کنین. زود بش. پس یه جوری از دوستاش میپرسم. شما دوتا ماه پیش میخواستین یه مناقصه بذارین، درست میگم؟ درسته. هم یه کاری کردیم بقیه شرکت ها از اون مناقصه کناره گیری کنن، درسته؟ درسته. جوان مگه ما مؤسسه خیریه باز کردیم، کار ادامه داره. آره کار هتلتون ادامه داره. شرکتتون داره پول در میاره. آره داره در میاره. آقایون ما در ازای کاری که کردیم حقمونو میگیریم. پول ما باید از اون حساب کامل رد بشه. باید تر و تمیز بشه. چیزی هست که نفهمیده باشین؟ ها؟ منظورتون اینه میخواین پولشویی بکنید؟ آره درست فهمیدم؟ ای خدا. بچه ها وقتی اومدین سراغ ما فرق سیاه و سفیدو میدونستین دیگه. چی شد؟ کارتون که تموم شد این سیاه و سفید اذیتتون میکنه؟ نفهمیدم. ها؟ مرجع بالاتری هست که در این مورد باهاش حرف بزنیم؟ البته که هست، مگه میشه نباشه؟ خب از اینجا که رفتین مستقیم میرین سمت راست، یه مسجده. بغل مسجد قصال خونه است. حله؟ مرجع بالاتر از من اونجاست. فکر کنم متوجه منظورم شده باشی. خیلی واضح بود. چیزی که میخواستم و گرفتین؟ بله قربان. مراقب خودتون باشین. شیر برنجتونم تموم کنیم. یه آزمایش قند خون بده، خدایی نکرده دیابت نداشته باشین. بریم. خب چی شد؟ شماره آقا ثروت رو پیدا کردی؟ چند نفر سپردم دارن تحقیق میکنن. منظورت از چند نفر نکنه وکیلمونه؟ آره خب عزیزم، توقع داشتی کاراگاه بگیرم؟ 100 سال طرف رو ندیدم.
آخرین بار تو مراسم ترحیم بابامون اومده. همش تقصیر خودته. از جامعه دور شدیم، نذاشتی تو مهمونی ها شرکت کنی. تو بخوای بری مهمونی من میتونم مانعت بشم؟ امکان نداره، غیر ممکنه. بعدشم مگه خودت نبودی میگفتی حوصله‌ام سر میره؟ تو فکر میکنی اینستاگرام داره لیلا؟ کی؟ اومگا بخور اومگا. واقعا حافظت از بین رفته. ببینم داریم در مورد کی حرف میزنیم 1 ساعته؟ در مورد ثروت دیگه. ثروت من چه میدونم. میخوای یه نگاه بنداز. گرچه تو سن و سال ما کی اینستاگرام داره اونم نمیدونم. به غیر از تو همه پیج اینستا دارن. بودجه همه کارا اینجاست فرخ. همش اینجاست. اما یکم سریع نگاه کن. اگه معلوم بشه که پرونده ها رو تو کامپیوتر شخصی وارد کردم تو دردسر میافتم. اگه نتونیم برای این اسن خانم پولشویی کنیم تو دردسر میافتیم. زنه گفتی که پولا رو به فاکتورهای تعمیر هتل اضافه میکنه. ببینم فرخ، میدونی چقدر میتونیم اون فاکتورها رو دستکاری کنیم؟ درسته. اگه رئیس تو بودی کارمون راحت تر بود. آقا اکرم این دنیا 3 روز بیشتر نیست. یه نصف روز از عمرت برو بگرد خوش بگذرون، مگه نه؟ یه آدم چقدر میتونه حریص باشه؟ ببین چی شد، هم منو بیچاره کردی همین پسرتو. خودخواه. اگه بابا من باشه ازش خوشم نمیاد. وای نمیخواستم اینجوری بگم ولی یکم چیز شد. نه ببخشید. میتونیم فاکتورهای خونه‌ای که لروکس داره تعمیر میکنه رو نه بودجه اون کمه. اتاق بچه، ویترین، نه نمیشه. یه کار با بودجه بیشتر نیاز داریم. یه کار با بودجه بیشتر. یه کار که نتونن کنترلش کنن. آره. خونه تابستونی تو هوا میشه. خیلی وقتی هیچکس اونجا نرفته. میتونیم یه جور وانمود کنیم که اونجا در حال تعمیر. پرونده پروژه لازمه. خودم میکشم. میگم کار دوستمه. خودم رسیدگی میکنم. این کارو میشه کرد. باشه پس از اونجا شروع میکنیم. ولی به کسی چیزی نگیا. بذار ببینم فاکتورا چی جوریه، چی کار میتونیم بکنیم. فرخ داری چی کار میکنی؟ میخوای لپتاپ دستم بگیرم برم تو؟ خودت گفتی بینمون یه جاسوس هست. باید محتاط باشیم. اوف. ای خدا، از یه طرف هم مسئله عکسه. باید برای اونم یه فکر بکنیم. فعلا بیشتر از این جلب توجه نکنیم. اگه نریم زندان که دوتاشون هم از نظر من تفاوت چندانی نداره. قضیه رو دراماتیک نکن فرخ. را بیفت برو. خیلی خب بذار نگاه کنم. ثروت. وای 1000 تا ثروت اینجاست. من چشم داره اذیت میشه. نگاه کن ببین نمیدونم کدومشونه. بگو چشم نمیبینه. خیلی خب زود باش. ببینم انگار اینه ها. اونی که دختراش همراهشن. ببینم انگار این دخترای مرد نیستن. دوست دختراشن. فیروزه چی؟ نه بابا در اون حد که نه. عینکی تو بده ببینم. آی ثروت تواقو رو ببین چه قیافه‌ای هم گرفته تو رو خدا. وای دختره دور و برشو نگاه کن. توف بروش بیلیاقت. گوشتم ریخت. ای پس کارمون ساخته از فیروزه. این مرد حتی به صورتمونم نگاه نمیکنه، چه برسه به اینکه بخواد پول بهمون قرض بده بدهیامونو صاف کنه. اینش که اصلا معلوم نیست لیلا خانم. الهه 20 سنی مثل من به عمرش ندیده اصلا. قبل از اینکه باهاش رو در رو بشیم باید یه کاری انجام بدم. لیلا خانم کار دارم. این چیه؟ داشتم روی پروژه دوستام کار میکردم. کارتو بگو لروکس. واقعا که چرا میبندیش؟ مگه من میخوام طرح تو بدزدم؟ لروکس باید اینو برسونم. چیزی میخوای بپرس؟ آره اگه بد اخلاقی نمیشه بپرسم. بوراک ما قبلا با هم ساعتا کار میکردیم. من عادت کردم وقتی گیج میشم بیام پیشت. تو رو خدا این عوض نشه. باشه حق داری. بپرس ولی یکم عجله کن دیگه. عنوان پروژه طراحی میکنم.
ولی به نظرم یه چیزایش کمه. آخه نمیدونم باید به چی دقت کنم، رو چی باید متمرکز بشم. مشتری خواست که پانسیون بشه؟ نه، برای کسب درآمد آقا دمیر این پیشنهادو دادن. تو قبلا همچین چیزی طراحی کردی؟ نه البته که نکردم. لروکس، کار ما این نیست که منبع درآمد برای مشتری درست کنیم. کار ما اینه که با پول مشتری آسایش و راحتی براش بیاریم. اینجا که خدمات اجتماعی ارائه نمیدیم. یعنی که کار ما این نیست. تو میتونی اتاق ورزشی براش طراحی کنی. اما مشتری ایدمونو دوست داشت. یه چیزایی هم طراحی کردم، دوست داری نگاه بکن. لروکس، الانشم به زور میتونم تمرکز کنم. خواهش میکنم برو. ایده رو اون داده، خودشم بهت کمک کنه. حق داری، ببخشید. چرا به ایبو زنگ نمیزنی؟ اونت کنه. راست میگی یا؟ من چرا به ایبو زنگ نمیزنم؟ دمیر زنگ میزنه. در رو بالنگو. الو دمیر جون، چقدر خوب کردی زنگ زدی. حالت چطوره؟ سلام فیروزه خانم. خوبم. اگه بتونیم قضیه خونه رو حل کنیم بهتر میشه. میگم امشب یه سری بهتون بزنم در موردش حرف بزنیم. امشب آخه نمیدونم که، یعنی خب میدونی آخه ما امشب یه قراری داشتیم. آره. چه قراری؟ قرار ملاقات چیز دیگه، یعنی وقت دکتر. آره وقت دکتر. باشه، پس من بعد از اینکه کارتون تموم شد میام. نه خب میدونی دکتر رفتنای ما خیلی طول میکشه. یعنی خب چیز دوم داره. یعنی دکتر ما تو مطبش همه صف میکشن مثل یه دوم. شبام صف میکشن. اسم این دکتر چیه؟ ببینم میتونم نوبت شما رو بنوزم زودتر. نه عزیزم، به تو زحمت نمیدم عزیزم. نه مطمئن باشین زندگی کردن با لروکس زحمتش بیشتره. برای همین من هر طور شده نوبتتون رو تسریع میکنم. فقط امشب راجع به مسئله خونه حرف بزن. خیلی خوب، پس حالا که اینطوره من تاریخ نوبتمون رو عوض میکنم، میندازم برای یه وقت دیگه. امشب شما رو برای شام دعوت میکنیم بیاین اینجا. باشه، به خاطر درکتون خیلی ممنون. امشب میبینم دمیر جون. الان چیکار کنی؟ خب چیکار کنیم عزیزم؟ وکیلمونم همینو گفته بود دیگه. برین همدیگه رو ببینین، اونا میان ما رو ببینن. هر اتفاقی هم که میخواد بیفته. اگه بخواد پول خونه رو پس بگیره چی؟ ما هنوز نتونستیم ثروت رو ببینیم. این خیلی زوده، خیلی. وقتی اومدن حرف بزنیم اون وقت چی بگیم؟ چی بگیم؟ نمیذاریم حرف بزنیم. منظورت چیه؟ زود باش رابیوف لیلا، میریم خرید. زود باش. چه خبره؟ به من بگو تو مغزت چیه فیروزه؟ لیلا ببین، اول برو اون صورتتو بشور، بعد کتاب آشپزی مامانو در بیار و بیا. اونجا بهترین غذاها رو هم پیدا کن. من باید لیست تهیه کنم چون خیلی کار داریم. لیلا وای چرا وایسادی؟ بجام دیگه، کلی کار داریم گفتم. باشه رابیوف دیگه، زود باش. باشه. لروکس نرفتی دم پزشکی؟ نه، ایبو قراره بیاد این طرفا کار داره. اون دیگه کیه؟ آیدا دارن میان، جمع کن خودتو. خیلی خوب باشه. خوبم. سلام. چطوری؟ خوبم. تو چی؟ زود باشین بریم تراس. کلی سوال دارم که ازت بپرسم. اتاق مجتمع اینه. 10 متر مربعه، پنجره‌ش هم نورگیره. قفس‌های گربه‌ای که برات تعریف کردم و میخوام بذارم اینجا. وسایل بازی هم میذارم اینجا. خوبه؟ با توجه به بزرگی اتاق به شرط اینکه تهویه خوبی هم داشته باشه میتونی این پایین هم بذاری. فقط باید بین قفس‌ها فاصله بذاری چون ممکنه گربه‌ها با هم دعوا کنن. راستش من چند نمونه طرز زدم اما به دلم نمیشینه. میشه به اونام یه نگاه بندازی؟
بوراک، میخوام با هم آشنا بشیم. بوراک بیا اینجا. میگم مثل این که امروز سرش خیلی شلوغه. آره میخواد یه طرح رو تموم کنه. پس مشکلی نیست، من اومدم تو رو ببینم. عزمیه خانم به این یه نگاهی بندازیم. بله آقا دمیر. عزمیه خانم این برای کیه؟ این برای مهمون خانم لروکس. باشه. وقتی برگشتم کلینیک لیست وسایلی که برای نگهداری گربه لازمه رو آی می‌فرستم. تو فوق‌العاده ای. یادت نره وسایل باید ارگانیک باشن. حتی اگه بخواین میتونم به یکی معرفیتون کنم. قیمتاش هم باهاتون راه میره. وای به خدا عالیه. به نظر منم. آقای دمیر، ما داشتیم در مورد پانسیون گربه ها حرف می زدیم. ایبو دوست صمیمی بنده، ایشون دامپزشک هستن. لطف کردن ما رو راهنمایی میکنن. دمیر ارندیل رئیس جدیدمون. چیتا. چی؟ خیلی خوشبخت شدم. منم. بیرون یه موتورسیکلت دیدم انگار برای شماست. خیلی خوشگله. دختر من خیلی خوشگله. ما با اون تا کلسلوم هم رفتیم. وای، نقطه مبدأ؟ استانبول. از اکوستریا با لندینگراف رد شدی؟ دقیقاً، از پاشنه چکمه وارد شد. عالیه. یعنی از برندسی. شما دارین با چه زبونی حرف میزنی؟ آیدا تو چیزی فهمیدی؟ نه هیچی. منم دیگه واقعا ارور دادم. دوستتون از سمت یونان تور موتورگردی و به سمت ایتالیا شروع. واقعا میگه؟ من چرا نمیدونستم؟ خب بحثش باز نشده بود. منم همیشه دوست داشتم همچین کاری بکنم. بخواست کی تو حالا؟ خب یه روز بیا تعریف کنم چه جوری شروع میشه، چه کاری باید بکنی. باشه. اینجوری سر پا نمونیم. اگه اجازه بدین من شما رو به یه قهوه دعوت کنم. بالا خوردم، ممنون. من باید برم کلینیک، یه مریض دارم. خوشحال شدم. اگه فرصت داشتین من میخوام در مورد این تور ازتون بشم. البته. میبینمتون دخترم. خداحافظ. من بدرقت میکنم. دوبله شده در استدیو جم. ایبو یه دونه ای کارمو خیلی راحت کردی. تو شیری پلنگی. ولی چیتا نیست. بابا ساکت شو. تو چش یارو نگاه کردی گفتی چیتا، قلبم وایساد. خدا رو شو چیزی فکر نفهمی. کنم شما شلوغش کردی. اون آدم خوبیه. درسته. به نظرم بهتر از اون یکی دور اون بمونی. یکی؟ ها براک این از کجا به ذهنت رسید؟ اینجور آدما رو خوب میشناسم. برای دردسر درست میکنه. در همین بیا حد برو ایبو. یک کلمه هم باش حرف نزدی، اون وقت داری قضاوتش میکنی. مواظب باش. قلب با قلب و دل با دل یکی باشه. مگه نه دلیل جون؟ درسته؟ البته حق داریم. خب الان وقت سرویسه. نه اصلا لازم نیست. ببینید مگه میشه عزیز دلم؟ ممنون. نیازی به غذا نیست. نه حیفومه میشه. مشتری خاص برای آقا دمیر. حالا شیری که مادرش بهش داده رو چجوری از دماغش در بیاریم؟ یعنی اگه غذا خوردنمون تموم بشه، یعنی وقتی که لیلا خانم اومد درباره قراردادمون حرف میزنیم. دستشو قطع میکنم. هر کی هم وسط حرفم بپره زبونشو میبرم. فهمیدین؟ چرا که نه؟ حالا که داریم نقش بازی میکنیم نظرت چیه نقش رومئو و جولیتو بازی کنیم ها؟ چی کار کردی ها مردی که یه عوضی؟